سلام بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی را برای روز 3 اپریل من مومین احمدی پیشکشی شما میکنم. همکارانم خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان را تهیه کردند. نگاه به سرخط خبرها. بازداشت چند مقام بلند پایه در کانیبادام. رئیس سابق شهر کانیبادام در ازبکستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده است. سازمان امریکایی می‌خواهد مقامداران تاجیکستانی که مسئول نقض جدی آزادی‌های دینی هستند مورد تحریم‌های هدفمند یا مقصدناک قرار گیرند. در ناحیه خاولینگ شرکت‌های استخراج طلا میلیون‌ها سامانی از استفاده نیروی برق قرضدار شدند. 12 میلیون بخشی اولی بود، این از خروج پیش اومده. 12-13 میلیون دیگه پرفورمنس صنعتی. مقامات انتظامی تاجیکستان چندین منصبدار سابق و فعلی و کارمندان نظامی شهر کانیبادام را بازداشت کردند. این بازداشت‌های پی هم طی بیشتر از یک ماه اخیر صورت گرفته و با اتهام گوناگون نسبتشان پرونده باز شده است. از جمله به گفته همصحبتان رادیو آزادی در بین بازداشت شدگان رئیس سابق شهر نیز بوده است. مقامات فعلا این خبرها را تصدیق و یا رد نمی‌کنند. فرزان محمدی تفصیلات بیشتر دارد. عبدالسلام تختسونزاده که در ماه ینور با دلیل به کار دیگر گذشتن از منصب رئیس شهر کانیبادام برکنار شده بود بازداشت گردیده است. چند منبع باوربخش رادیو آزادی در نهادهای تفتیشاتی روز 3 اپریل گفتند بازداشت او در آخر ماه فوریه صورت گرفته تحقیق قضیه‌اش ادامه دارد. مقامات در این باره رسما خبر نمی‌دهند. طبق اطلاع یافته رادیو آزادی عبدالسلام تختسونزاده در ازبکستان دستگیر و سپس به تاجیکستان تسلیم کرده شده است. یک منبع آگاه با شرط فاش نشدن نامش گفت او را فعلا در بازداشتگاه موقتی در شهر خوجند نگاه می‌دارند. مصاحب ما افزود رئیس سابق شهر کانیبادام به رشوه‌گیری و قلابی گمان زده است. نظر وکیل مدافع و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. همچنین سهراب عمرزاده معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی در شهر کانیبادام و عثمان حیدر سابق مدیر اموال حکومت این شهر نیز دستگیر شدند. رئیس پیشین اداره اموال به قلابی متهم است. عیبنامه کارمند کارهای داخلی دقیق نیست. درباره بازداشت چند مسئول دیگر دولتی در کانیبادام به دست رادیو آزادی گزارش رسیده است، ولی در حال حاضر تصدیق یا رد آنها امکان پذیر نیست. در حالی که مقامات صحبت نمی‌کنند، منابع رادیو آزادی گفتند وقتی کمیسیون ویژه تحقیق کشتارهای پیهم به کانیبادام آمده بود ساختمان چند خانه را در زمین‌های آبی پیدا کرده است. منبع گفت این را به دوشنبه گزارش کردند و سپارش شده است که کار پره تمام مقامات کانیبادام سنجیده شود چون آنها حادثه های کشتار را جدی تحقیق نکردند. نظری بازداشت شدگان و پیوندانشان به این اتهام ها معلوم نیست. با محض دسترس شدن نظری آنها یا وکیلان مدافعشان رادیو آزادی آماده است آن را نشر کند. بعد از کشتارهای پی در پی در سال 2024 شهر کانیبادام در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. تنها در ماه دکمبر 2024 در آنجا 10 کس از 3 عائله از جمله 4 نابالغ کشته شدند. از سالهای گذشته تا این دم تعداد عمومی کشته شده ها زیاده از 20 کس حساب شده است. دادستانی کل روز 21 دکمبر سال گذشته گفت که 4 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کانیبادام دستگیر کرد. بعد این دیگر هیچ معلومات رسمی درباره حادثه ها و گمانبران نشر و پهن نشد. نامه های رادیو آزادی نیز به این نهادها تا حال بی جواب ماندند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند. یک سازمان امریکایی به حکومت ایالات متحده توصیه داده است که به ضد آن منصبداران کمیته دولتی امنیت ملی و مقام‌های دیگر در تاجیکستان که مسئول نقض جدی آزادی‌های دینی هستند تحریم‌های هدفمند یا مقصدناک جاری کند. درخواست کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی‌های دینی در گزارش سالانه‌اش درج شده است. این گزارش را همکار ما کیومرث عطا خواند و با ما در استودیو است. کیومرث، خلاصه این گزارش چی هست؟
عبدالمومن، کمیسیون آمریکایی در عموم وضع آزادی‌های دینی را در سال 2024 در تاجیکستان بسیار بد ارزیابی کرده است. به نگاشته مؤلفان، حکومت در این سال قانون‌های سختگیرانه را جاری کرد و نظارت را بر همه گروه‌ها پرزور نمود، از جمله مسلمانان شیعی اسماعیلی. مؤلفان از اصلاح قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم نیز یاد آوردند که آوردن و فروش و تبلیغ و پوشیدن لباس‌های به اصطلاح بیگانه را منع کرد. مقامات هرچند شرح لباس بیگانه را در تاجیکستان نگفتند، در لحظه‌های اولی تطبیق قانون اساساً حجاب و نقاب و لباس‌های مذهبی سیاه را هدف قرار داده بودند. هنوز واکنش مقامات به ارزیابی سازمان آمریکایی معلوم نیست عبدالمومن، ولی رئیس کمیته دین همگی چند ماه پیش در شهر دوشنبه گفته بود که در قانونگذاری‌های تاجیکستان یک چنین محدودیت وجود ندارد و آن را بیشتر ترتیبات داخلی هر تشکیلات و اداره نامیده بود. کیومرث، در گزارش بجز از تصویر عمومی در تاجیکستان آیا توصیه و طلب‌های هم صدا داده است یا نه؟ بله، کمیسیون بین‌المللی آمریکا در مورد آزادی‌های دینی بر اساس تحلیل وضع در سال 2024 این دفعه نیز تاجیکستان را در روی خط کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است. این گروه امسال از 16 کشور عبارت است و از افغانستان و ایران و چین تا کوبا و کره شمالی و روسیه و پاکستان و عربستان و ترکمنستان را در بر می‌گیرد. کمیسیون همچنین تاجیکستان را در قطار کشورهای به مثل روسیه و چین و بلاروس و ترکیه جای داده است که ادعای مؤلفان از خدمات اینترپول یا پلیس بین المللی سوء استفاده می‌کنند. مؤلفان توصیه کردند که بررسی وضع آزادی‌های دینی در گفت‌وشنیدهای آینده 35 جمعیت یعنی 5 کشور آسیای مرکزی و ایالات متحده داخل کرده شود. همکاری نظامی با تاجیکستان در عوض اصلاح قانون دین و قانونگذاری‌های مربوط به آن از خواست‌ها یا که طلب‌های دیگری آنها است. مؤلفان بستن دارایی و یا منع ورود منصبداران تاجیک را به ایالات متحده آمریکا نیز پیشنهاد کردند. تشکر کیومرث. بینندگان ارجمند، تفصیلات گزارش سالانه کمیسیون بین المللی آمریکا در مورد آزادی‌های دینی را در سامانه رادیوی آزادی پیدا کنید. در حالی که امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان خواست به آنهایی که پولی استفاده از نیروی برق را نمی‌دهند پرونده جنایی باز شود، مقامات خاولین گفتند شرکت‌های کارکرد طلا در این ناحیه ماه‌ها باز میلیون‌ها سامانی پول استفاده از برق را نسپردند. در ناحیه خاولینگ در کان طلای شگناو، یک کان بزرگترین در ختلان، ده‌ها کارخانه به زرشویی مشغول است. همکارم محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش کرده است. کارخانه‌های صنعتی در خاولینگ از شبکه‌های برق 13 میلیون سومانی قرض دارند. بیشتر این قرض را کارخانه‌های کارکرد طلا به میان آورده‌اند. رئیس خاولینگ گفت که بعضی‌شان مرحله به مرحله آن را پرداخت دارند. برای ساکنان فهم این دشوار است که کارخانه‌های طلا هم از پول برق قرضدار باشند. اما رئیس ناحیه میگوید این کارخانه‌ها تا پیدا کردن طلا مبلغ‌های کلان صرف می‌کنند. توجه مکانی اما متری رقم یک رسیدن خرجی کلان می‌رود، فایده حساب نمی‌گیرد. وقتی به اون مکانش رسید فایده را گیره باید پرداختی میشه. ولی بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند اکثر این کارخانه‌ها به شخصان با نفوذ تعلق دارند و این هم سبب نپرداختن پول برق بوده میتواند. حالا کارخانه اوست آدینه 1,340,000 سومانی، گنج وحدت 740,000 سومانی و طلای تاجیک 1,700,000 سومانی در سال 2024 از برق قرضدار شده اند. همه این کارخانه ها در جماعت شگناو به کارکرد طلا مشغولند. در شبکه‌های برق خاولین گفتند که آنها پولشان را طبق جدول می سپارند. ایرا در خدمت جمعیت شبکه‌های تقسیمات برق رفته جدول کردگی اویدی پرداختش. بعد کارخانه گنج وحدت که 740,000 قرض دارن، قرضای کلان 740,000 قرض دارن، اینا هم به نام جمعیت شبکه‌های تقسیمات برق رفتگی جدول پرداخت کردن. از 26 کارخانه در ناحیه خاولینگ 20 عدد آنها به استخراج طلا مشغول بوده در سال 2024 به بودجه ناحیه 452 میلیون سومانی فایده آوردند که نظر به یک سال پیش 83 میلیون سومانی زیادتر بوده است. اما قرض برق در این ناحیه در عموم 30 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. قرضای برق 27 میلیون بود، امسال 3 میلیون زیاد شدگی، سالهای سپری یعنی که سالهای پیشتر بود. این یک 12 میلیون بخشی اولی بود، این از سالهای پیش اومدگی. 12-13 میلیون دیگه کارخانه صنعتی که
هرچند کارخانه‌ها با بودجه فایده آوردن، قرض برق آنها سال تا سال زیاد می شود. با نشان اعتراض، شبکه‌های برق در یک سال گذشته 3 بار قوه برق کارخانه طلای تاجیک را قطع کرده است. رهبر شبکه‌های برق خاولین گفت که همین خاموشکنی بود طلای تاجیک قرض را از 3 میلیون سومانی به 1,700,000 سومانی پایان بیارد. در تاجیکستان ده‌ها کارخانه بزرگ از پول برق قرض دارند. هر سال نام قرضداران کلانترین اعلان می شود. چند شرکت عظیم سالها در این رویخط میماند و بعداً حکومت قرض آنها را میبخشد. در همین حال اساساً اهالی به نسپردن پول برق متهم کرده می شود. در قزاقستان میخواهند نصب آویزه‌های الکترونیکی که در کوچه و خیابان قرب اسعار را نشان میدهد منع کنند. طرح این قرار را بانک ملی قزاقستان نشر کرده است. این طرح نیم ماه بررسی می شود و اگر آن قبول شود تمام آویزه‌های الکترونی را از کوچه و خیابان‌ها میکنند. همکارم میرزانبی خالقزاد گزارش میدهد. بانک ملی قزاقستان پیشنهاد کرده است که آویزه‌های الکترونیکی که قرب اسعار را نشان می‌دهند از راه و خیابان‌ها کنده شوند. در طرح بانک ملی آویختن چنین آویزه‌ها حتی در درآمدگاه نقطه‌های عوض پول نیز منع دانسته می‌شود. مقامات قزاقستان میگویند با این راه پیش راه حناتان، قلابان و آنهایی که بر دروغ قرب دلار و روبل را بالا میبرند گرفته می‌شود. از سوی دیگر چنین آویزه‌ها به خطری حرکت در راه را خلل‌دار می‌کنند و توجه رانندگان و پیاده‌گردان را به طرف دیگر می‌برند. از این حساب طرح قرار پیش بینی می‌کند که آویزه‌های خرید و فروش اسعار تنها در داخل بینای نقطه‌های فروش اسعار جایگیر کرده شوند. بانک ملی برای این گفته‌اش که آویزه‌ها حرکت را در راه به خطر می‌اندازند هیچ دلیل نآورده است. وزارت کارهای داخلی قزاقستان نیز این را تصدیق نمی‌کند. این نهاد سببی اصلی صدمه‌ها را سرعت بلند حرکت، رانندگی در حالت مستی، راه ندادن به پیاده‌گردان و سبقت نادرست در راه‌ها دانسته است. هیچ خبری رسمی که سببش آویزه‌های الکترونیک کنار راه باشند نشر نشده است. توجه جلب نمی کنند. یک نگاه میکنیم و گذشته می رویم. قرب دلار را دانستن خوب است چون دلار میخرم. اگر برای کسی ضرور است که قرب اسعار را بداند در جای ضروری به آن نگاه میکند. این هیچ خللی نمیرسد. تصمیم برچیدن آویزه‌های الکترونی را کارشناسان در آن می‌بینند که هر لحظه پایین رفتن قرب پول ملی ساکنان را عصبی می‌کند و بانک ملی می‌خواهد این روند را از چشم اکثریت پنهان کند. رسول رسمنبتوف کارشناس میگوید فکر میکنم که آنها به خاطر کم کردن عصبانیت مردم این کار را میکنند. هر لحظه پایین و بالاروی قرب را میبینند. هرچند حالا قرب تنگه خوب است. به فکرم نباید زیاد واهمه کرد و از چندان بد نیست، ولی از 500 پایین رفتن این بر زیان است. پول ملی قزاقستان در برابر دلار کمی پایین رفته است، ولی کارشناس رسول رسمنبتوف رفتار بانک ملی را بی‌منطق می‌داند. اکثر ساکنان آویزه‌های الکترونی در کوچه و خیابان‌ها را یک راه معمولی آگاه کردن مردم می‌دانند. امروز اشتراکچیان ملاقات رهبران کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در شهر سمرقند ازبکستان جمع می‌شوند. طبق اطلاع رسیده پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان هم عازم این شهر باستانی شده است. دیروز شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان در سمرقند رئیس شورای اروپا آنتونیو کوشتا را به حضور پذیرفت. دو رهبر مسئله‌های مورد بحث نشست رهبران کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا را که امروز و فردا در سمرقند برگزار خواهد شد بررسی کردند. تفصیلات بیشتر در برنامه نوید بامدادی و یا اخباری آزادی که فردا نشر خواهد شد پیشکش شما می‌گردد. سپاس که ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه آزادی ارگ و صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ایکس پیدا کنید. خدا نگهدار شما باد.